نشینی؟ نمیگی با خوب فضا آزادم هسته. کسی هم ما نمیبینه. چی کردی سیگار خور؟ بگیر که من سیگار رو بزنیم به بدن. همون شمارشم. ها؟ همون شمارشم. ها؟ تو بگیر یکی خروشان کتا. روشن کو دیگه. شما روش حال بزنید. شما بکشید. اوه تو عمالی نمیکشی؟ نه. جور بچه کجیه شکنه دقیقه چه کار میکنی؟ هیچ کارم اینجا گایستی عجبی توتا میخوری. بی سیگاره؟ نیه بی توته. رمز دستاتو پشت سرتونه درد میکن دستای اینا کردیه. گیلا من گاهی وقتا میتا خودی از این میاییم زیر می درخته یک نخ سیگاره میکشیم. بفهمیدی؟ یک دهن براره من نکه ای چی چیلک یکو. ها؟ ای چی چیلک یکو. ای تو هم میکشی؟ خوش داره این. ای یک دم دیونه میشه. ای اعصاب خود خراب میکنه. ای اعصاب از این خراب میشین مگرم ببریم به موزیم. یعنی به نظر تو هرچی دیونه بشه از تو دیونه تر میشه. جو هری به پیرمه که خودی رمضان به تازه بینا سیگار میکشی. میگم تو اگر رفیق ما باشی باید عیب ما رو بپوشونی. به هیچ کی چی نگی گیلا. گیله جو چی؟ شده خب پس کن که میسوزه. بزود دست خب بگیر. چرا؟ چرا مارشال میندی؟ خویی میگم ما رو بپوشونه. ما معتاد کنین تو تا سر ما یعنی می کار می سیگاری که ما میکشیم به هیچ جا نگو. این پوشیده میشه. آها بفهمیدی؟ تو گفتی ای با ما رو بپوش. همی ای پوشی یعنی گفتم ای با ما رو بپوش که می میگه پوشی از راه مردانه. بفهمیدی؟ گیله جو نگی خوبه. پیش من نگیره خاطری که ما بعد میایه. خوب آنه میگم پول داری؟ گیله جو هری دایی خدا از من لکه است تو یا مجام رمضان سه کشته دوه روز یک دایی هر روز بیا از ما بعضی بپرس. باید یک دیدی بکشم نه دیگه تو نکشه. تو نکشه. سرقی میشه اگه بکشی. میکشی؟ نه گیله جو اگه نکشی گردن من 20 ساز و 20 دلار به خجالتت میخوری به تمیزی. باشه هلکو که ما بکش بگی. سرقی میشی. پاک سرقی نه میشی. نمیشه بکش سگم. نمام شاید به جو هم بفتم. نمام گیلک جو برارمه رو تو رانه بوس میکنم نه که یک دمی بگی به به کی؟ نه به هیچ کی نمیگم من. گردنم من دستات رو بیس میکنی. نه نمیگم. روز 10 ریپی بیا از ما به خوب است تو هر روز. من سرم چرخ میزنم چون چری. برو به یک جمعه برو. سرم چرخ میزنه. می بیا از یک دودی بکشه که سر تو تیاشه. نه دودا از این من سرم چرخ میزنه. یا هجیر میکنه تو. نمام نه که بگی گیلک جوانه به تو تاکید کردم. نه من شیطونیم. نه خدا نکنه. نه من شیطونی نیام. که جیر این ساده خدا میگه پا مال بگفتیم یاد از این میره. میگم این بانکم به فکرمون 20 روپیه بسته. برای مگه من طالب به عمر خو 20 روپیه خرج بکردم. اصلا ذوق شوق این پولا به دل عزیب افتاد که بزی گفتم روز 10 ریپی بیا از ما بستو. آره میگه پا خوب زدی. این بابو فکرمون دایمشو پاک یاد نه یا بالی گردن من عجیبی پوشی دیشه چی خودی میگه بچو. نه بابا این رخصت یه متکه پاک بغل سر عجیب پوچه. باز دلم بسته شد با تار موی سمنبوی کسی. بعد سرگی داره مامان روز
امیر رقمه بله در زدن امیر رقمه گردن ما بند و در بکنی دل مربوط ترخوندی در شما راسته شد ماما عجب انسانی تو به خود دیوانه شدی عدلی مردمی تو در میزنه لای خورده بیدک راسته شد زد که مدرم دل میترخون قولمت ماموش امروز دندونا تو زنو مادر شما الان دیگه چیلکیه مادر شما این دیگه تو در زدی که در سر رو بکندی کو مردمی تو در میزنه آها اون مرض دل ترخون عقل کمال مردمی تو تک تک میکنه و شما از اون پیشون سر میشنین چرا میشه مثل که کردی خیریته کار دیشی ماما ماما بگو گپ خوب بگو کشیر بچه شما به کجایه چرا با کجی بچه چی کرده داری بله چی کرده با کجی چی میگه کجی هیچی ماما گفتم ماما پولاخور یک سر علکی خرج میکنه چیکار میکنه پولاخور علکی خرج میکنه پولاخور علکی خرج میکنه یعنی چیکار میکنه یعنی چیکار شده ایل بداده به من که چیکار کنی بله که چیکار کنی ایل چیز داد ایل انا من 3 ساعت به درد نزدیسه که چی به من میگه ماما بچه شما سیگار میکشه با چی من سیگار میکشه گردن من بند اگه لنگم دروغ بگه این گپا بی عقلی خوبه دیگه جا بگو برو کاکا برات کار خود برو چره با چی میتو شیری نه خود گوی سیگار بکشه بچه شما بعضی روزا که اختلاط میکنم میگو من شیر خوش خوردم خانم واسه که شیر خوش خورده او سیگار میکشه او دلتو بی عقل نیه برو کاکا برات کار خود گپا خوبه دیگه جا بزه برو گردن من بند با شما ماما نوروزی دایری داد به من برو گپ کم نگو برو کم تاگوش میزن برو گپا بی عقل خوبه دیگه جا گپ بده برو ماما شما بیای بیا چیکار کنم سیگار نمیکشه بچه شما نه من موقع مینان دارم بچه خوب سیگار نمیکشه میریم خودمه کجا برم بالا سر سیگار اگه دروغ بگی پاتو میشکنم بیای ماما بله بگی میتونی چطور فضایه نیه خب روزیه کیف میده اینجا دیگه عزیبت دیگه میگو هم یک دونه سیگاری به من بدین هم ماما یک دونه سیگاری به من بدین سیگار بله کجا بیده سیگار خیر بینی میگو مامو جو بله نیه ماما نوروز آنه ماما آنه این همینجی پته بود بابا میگو تو خجالت نمیکشی تو شرم آیون میگو تو شرم آیون نداری تو با چی من میاری اینجا سیگاری میکنی ها بابا جی من نکشیدم گپا کم کن بشک گپا کم کن بشک بجا خو میگو حالا اینا چیکار کنم مثلا تو تخته کنم که یا بخواه فهمی اینا ماما نوروز می تمام می آمده مطعم کوچه پرتای بودک که جیر گفت اگه ورد داره اگه مینا که یک ده این بچه خود میشه ورد دارم بکشم راست میگم بگیرد دیگه کارا خونه کنی تو هم فکر میکنی یا نمیکنی بجز ماما نوروز بدی یا کجا میری بابا جو بیا که یه گوش بی بابا جی من کدو بده بشک بابا جی بگو ماما نوروز تو فکر میکنی ماما نوروز چه ماما نوروز تو با چه نادان نوردی که بیار یک سر سیگار میکشی خود ازی گفتک من میرم اینجا سیگار میکشم گناه میچیه تو شرم حیا نداری دروغ میگم بابا برای تو سیگار خیلی گفتک ببریم بکشی وقتی که برم پیش برات وقتی
بخی مامان نوروز بخی بدر با خودتو کار دارم بفهمیدی بخیتم بیا چلی برو گفته بدر ما چلی بگو وخی بدر دایی مال بدی بدر کشا خو چی شو لنگه کشا دی بس تو کی گفت بگو ایلا چی کشی لنگه کشا دی مشوم بدر کوکه نیه بدر کشا بدر برو خورم کنه مامان نوروز دستم دست تیرالو بکن جلا شو یالا کنه مامان میگو یعنی میگی که سرات تو بلد نیو یعنی در سرا بلد نیو که بمونم در سرا حساب تو بمونم در سرا پیش برا تو میگی یعنی سلام علیکم. و علیکم کجا برو تو بله. تو برو کلام صدا کو چری؟ صدا که یک دقیقه بفرمایید بیاین به خونه بریم. زنده باشین یک دقیقه صدا کو چرا صاحبش میخواد مامان؟ صدا کو لالا. بیا نه سکر چی مایا؟ اینه. مامان نوروز. سلام علیکم و علیکم خوبه مامان نوروز بخیر شکر. خیریت میگو. جان همسایه داره میره غمه خیریت مامان میگم همسایه داره میره غمه و چی رقم شما به من بگین که باز بگم همین رقمه یا نه چیکار بشده آیا اگه من هی برا شما ببرم بگم یا بریم توت خورده یا سیگار یا فرد سادگی چیزی یعنی شما رضایت داره میدی که من نمیفهم چی میگی مامان شما نمیفهمی نه امرو برار تو رمضان بچه مر ببرده ساکو سیگار میکشم سیگار میده که بکش این کار خوبیه برار من رمضان بله یا کدو بچه شما کجیره چی میگی مامان این بچه نادان بر میدار میبره تا سهرا خودی سیگار میکشه کار خوبیه شما بدیدیم او خود بدیدم ماست سیگار رو دهنه کنم برو ما بتونیم. در پیش بجه همون برا خوب بفهمانی ما چون باش که مور ببینم ما که ندیدم مور تالی سیگار بکشه خبرم ندارم تنی هسته که فقط تنی شطوره میمونه آقا فکر نمیکن بچه یک نادم نبر میداره میبره ساکو سیگار به سر کجای میکشه رمضان رمضان کجاه بخونه این سیکو نه. باشه مور ببینم ما خودیا گپ میزنم مطمئن بدیدیم ما شما آقا راست جان میگی. خود به چشم سر دیدم کنی داری پم گیله گو دادی داری پم به چی میدادی بود به گیلک که چره کاست شیطونی نکنه که گیله که مروادش برد ولی سر اینا برد مامان باشه نوروز. ما خودیا گپ میزنم باشه. مدل بفهمانه نصیحت کنیم ببینم خودیا گپ میزنم خوبه بله خدا مامان نوروز به بخیر شما باشه. کی گفت؟ خداحافظ ها به شما کی گفت؟ گیله گو یا به چی سر خوب دیدین؟ به چشم سر رفتم ولی سر اینو گپ گیلک و سند ندارم اون کاکا جو سیگارو ما تا کسی بده که این خوبه، دلولا خوبه. کماس بدانه کنم حالا به دهن ما چی کار داریم ما خودیا گپ میزنم میبینم مور دیگه خب گپ زنیم خودی دیگه خوبه باشه گیرک جو کجا میری؟ بله بیا تو کار دارم. با باخچه بیدم ایلا. ها من تو بیفت جا دیگه خوب شده جلو رو آمدی. ام. یا گپ به تو میگم به شرط راست خود بگی. خوبه امی برو من رمضان سیگار میکشه. برو تو رمضان ها. ها و کجا؟ ما به تامو باغچه بدیم زیر مو درختا توت نیه ها. من می تا بخوای تیر میشدم میامدم یک بار ندیدم که او کجیر بچه مامان نوروز نیه چلچلگک. چلچله خب. انا دیدم اونجا سیگار میکشن و بعد یک برار تام به دای بیرو که بعد رمضان برار رو میکشی. امی رمضان. آه به چی شا خوب دیدی؟ گردانم بند باشه بویی میتمر گنز که چی بگم کجیرم میکشیدن داری پی ای داد به من داری پیم برار کجیر داد داری پیم برار تو رمضان داد گفتک به مامان به هیچ کی چی نگی من آیات ما برا کی چی نگم برفتم به مامان نوروز بگفتم خود مامان نوروز بیامدیم انا او به پشت دیوال گیر که اموک زا برار تو زد گل به سر ما بباره بکسم به سر برار تو خب خیلی نگی. برار جو ما به تو یک چیزی بگم خب خب. به پیار خوب بگو فهمیدی؟ به پیار خوب بگو با ایتگل برار خوب بگو کی گاله به تو از سیگار؟ هیچی مامان امی پیانه میکشی بیام در سرما. آه غال مقال نتا که تو بچه تو چه
ای برار تو چه خودی به چی میره سیگار میکنه و چی سیگاری کرده راست میگه. من گفتم شاید دروغ میگفت که خودی گیلک رفتم تو باشه به گیلک بپرسم. تو به پیار خوب بگو بفهمیدی با برا خود ایت گلم بگو این تنه خود به می بی غیرتیش کلون کرده. تو بگو برفتی سیگار کشیدی، تو برفتی به چی نادونه که انوزه دان ازی بوی شیر خشک میده که به شیر مادر کلون نشده کجی بوی شیر خشک میده. این ببینی سیگار میکشه سوار روز با تو هم برار تو میگه بیا سیگار بکش، خدای نکرده خاک به زبان کجیر باشه. تو اگه معتاد چی کار خوبیه؟ نه کار خوبی آفرین گیلک تو خونه کشیدی. نه آه نه آفرین خیلی نی خداحافظ. در باغچه بسته شه که با نره یکی میگه لور نه 10 دفعه به پیار خوب گفتم که بابا یک ولفی به می بخر